سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این ویدیو. همونطور که از تیتر این ویدیو متوجه شدید، میخوایم در مورد بازگشت آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا صحبت کنیم و تأثیری که روی ایرانیانی که قصد مهاجرت به آمریکا دارند تو این هیته میخوایم صحبت کنیم. اگه از شرکت کنندگان قدیمی در برنامه لاتاری باشید، میدونید که در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ دستوراتی از طرف ایشون صادر شد که به بن ترامپ معروف شد و این بن ترامپ مانع از ورود برندگان ایرانی لاتاری به آمریکا شد. یعنی بعد از اینکه آقای ترامپ از بایدن شکست خورد، این دستورات مهاجرتی لغو شد و برندگان لاتاری از ایران این فرصت رو پیدا کردن که دوباره وارد آمریکا بشن و حالا دوباره توی این کشور بتونن زندگی کنند. حالا الان سوالی که پیش میاد اینه که الان که دوباره آقای ترامپ توی انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده شدن و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، برای برندگان لاتاری 2025 چه اتفاقی میفته؟ برندگان لاتاری 2025 از ایران چه اتفاقی میفته؟ و همچنین حالا هر ویزای تحصیلی و ویزای کاری و حالا از هر روش دیگه‌ای برای ایرانیان چه اتفاقی میفته؟ خب بذارید اول از همه من یه توضیحی بدم که بدونید قضیه کلاً از چه قراره. وقتی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شدن، یعنی همون سال 2020، به شدت به دنبال یه سیاست محدود کننده مهاجرتی بودن که از ورود مهاجرانی که از نظرش غیر مفید بودند، ببخشید ولی منظورشون ایرانیان بود، جلوگیری کنن. از نظر ترامپ برنامه لاتاری یک سیاست خوب مهاجرتی نبود و اون معتقد بود فقط مهاجرانی باید وارد آمریکا بشن که یا متخصص باشند یا ثروتمند باشند و برای آمریکا مفید باشند. و نکته‌ای که خیلی سرش تاکید داشت این بود که حتماً باید شهروندانی وارد کشور آمریکا بشن، یعنی از کشورهایی باید وارد بشن که آمریکا با اون کشور رابطه سیاسی خوبی داشته باشه و رابطه کشور آمریکا با ایران هم که خودتون می‌دونید چطوریه. بخاطر همین با ورود ایرانیان از طریق لاتاری مخالفت کرد. بنابراین آقای ترامپ اومد دستوری صادر کرد که از ورود شهروندان برخی از کشورها مثل ایران به آمریکا جلوگیری بشه که بهش گفت بن اول ترامپ که توسط قاضی یکی از دادگاه‌های آمریکا لغو شد و این باعث شد اون زمانی که اون قاضی اومد این قانون ترامپ رو لغو کرد، بتونن خیلی از ایرانیان برنده لاتاری اون سال تونستن توی همون زمان کوتاه که اون قاضی اومد اون قانون رو لغو کرد وارد آمریکا بشن. یعنی ما تو اون سالی که ترامپ رئیس جمهور شد باز هم بچه‌هایی رو داشتیم که لاتاری برنده شدن و رفتن سفارت مصاحبهشون انجام شد و ویزا شدن و الان آمریکا زندگی میکنن. ترامپ باز هم عقب نشینی نکرد. اون اشکالاتی که اون قاضی براش به وجود آورد رو برطرف کرد و دوباره فرمان دیگه صادر کرد که به بن دوم ترامپ مشهور شد و این بن دوم هم باز توسط یک قاضی دیگه تعلیق شد و باز هم ایرانی‌ها تونستن وارد بشن. این دفعه بود، یعنی دوباره ترامپ اون اشکالات رو برطرف کرد و بن سوم ترامپ به وجود آمد که اون دیگه به طور رسمی کاملا مانع از ورود برندگان لاتاری ایران به آمریکا شد. و سوالی که پیش میاد اینه که اون برندگانی که نتونستن در اون سال به حالا آمریکا مهاجرت کنن تکلیفشون چی شد؟ هیچی دیگه، شانسشون سوخت، چون فقط 1 سال زمان دارن که وارد حالا خاک آمریکا بشن و وقتی که اون 1 سال به پایان رسید حالا شانسشون هم سوخت و دیگه نتونستن مهاجرت کنن به آمریکا. حالا سخنرانی هایی که آقای ترامپ کردن نشون میده سیاست هایی که نسبت به گذشته داشتن تغییرات خیلی خیلی کمی داشته. حتی مخالف کمک بیشتر به جنگ اوکراین، معتقده که خاورمیانه باید کلا دست ایشون باشه. به همین دلیل حالا نشون میده که سیاست هاش در برابر ایران و مردمش تغییری نداشته. پس احتمال اینکه ترامپ بعد از برنده شدن سیاست های قبلیشو پیش بگیره و حالا بخواد فرمان های مهاجرتی مشابه رو صادر کنه خیلی بالاست. ولی خب بازم نمیتونیم بگیم قطعاً به این صورته، چون باز هم چیزی مشخص نیست. حتی خیلی هم میگن که امسال خیلی یه کمی شلتر گرفته به قول معروف و میخواد که اجازه بده ایرانیا وارد بشن و به جاش میخواد مهاجران غیر قانونی رو از کشور بیرون کنه.
اینو هم باید بدونید که اگر جزو برندگان لاتاری امسال بودید، باز هم تا چند ماه اول بعد از اعلام نتایج که هنوز آقای ترامپ وارد کاخ سفید نشدن و قوانین رو حالا وضع نکردن، هنوز توی چند ماه اول که برای مصاحبه رفتید، یعنی اگر کیس نامبرتون پایین بود برای مصاحبه رفتید و برنده شدید و حالا یعنی توی مصاحبه سفارت برنده شدید و رفتید، اون بچه ها میتونن خیلی سریع کاراشون رو اوکی کنن و وارد خاک امریکا بشن و مهاجرتشون اوکی میشه کاملا. ولی اونایی که حالا کیس نامبرشون خیلی بالاست، احتمال اینکه قبول نشن و قوانین وضع بشه خیلی زیاده. این از داستان بچه های لاتاری. حالا برای ویزاهای کاری و ویزای تحصیلی چه اتفاقی میفته؟ ببینید، هیچ کس تا اومدن آقای ترامپ و تا زمانی که قوانین رو به طور رسمی به بیرون اعلام نکردن نمیتونه به طور قطعی به شما اطلاعات و اخباری رو بده. ولی ما با توجه به حالا شرایطی که قبلا داشتیم و چیزایی که حالا بررسی کردیم، ببینید ویزای تحصیلی و ویزای کاری مثل اینکه قرار نیست زیاد سختگیری روش باشه. ویزای تحصیلی رو میدن به ایرانیا، یعنی میتونید با ویزای تحصیلیتون وارد خاک امریکا بشید، تحصیلتون رو تو همون دوره زمانی، حالا 3 ساله 4 ساله با توجه به دانشگاه و رشته‌ای که هستید بگذرونید و فقط بعد از پایان تحصیلاتتون باید برگردید به کشور خودتون. ویزای کاری هم به همین صورت میتونید تمدیدش کنید، ولی باز هم بازه زمانی مشخصی داره که هنوز اعلام نکردم و هیچ کسی اطلاع نداره تا زمانی که خود آقای ترامپ تشریفشون رو ببرن تو کاخ سفید و قوانینشون رو وضع کنن و ما ببینیم که چجوری است. اگر تا اینجا از این ویدیو راضی بودید و اگر سوالی دارید توی کامنت ها حتما بهمون بگید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاعات بیشتر میتونید پیج آمریکا گردی رو هم توی اینستاگرام فالو کنید و لایک هم یادتون نره. ببینید، با توجه به سوء قصدی که به حال آقای ترامپ شد، یک کمی ایشون بدبین هستن به کشور ما. به خاطر همین احتمال این که واقعا سختگیری هاشون حتی از قبل هم شدیدتر باشه خیلی زیاده. یک سری همچین ایده‌ای دارن و یک سری دیگه میگن نه، ایشون اعلام کردن که میخوام با مردم ایران مدارا کنم. به خاطر همین باز هم میگم همه چیز 50-50، هیچ کس نمیتونه به طور قطعی چیزی رو اعلام کنه و ایشون بیشترین چیزی که روش فوکوس داشتن این بود که مهاجران غیرقانونی که حدوداً میگفتن 300,000 مهاجر غیرقانونی در دوره ریاست جمهوری آقای بایدن وارد امریکا شدن و ایشون بیشتر تمرکز داشتن روی این که من میخوام این 300,000 نفر مهاجر غیرقانونی رو از خاک امریکا بیرون کنم و هنوز حرف قطعی و حالا هیچ چیز قطعی دیگه در مورد ایرانیان و ویزایی که میخواد به اونها بده هیچ چیزی اعلام نکرده. خب بچه‌ها، امیدوارم به تمام سوالاتتون پاسخ داده باشیم. اگر باز هم سوالی براتون پیش اومده که توی این ویدیو جوابش رو دریافت نکردید، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. یادتون نره که لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر و گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد آمریکا حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. مرسی از نگاهتون.